به نام خدا. با سلام خدمت شما. بحث ما قانون کلون. فرمول قانون کلون رو همه بچه ها حفظن. من میخوام نکات بسیار کلیدی و مهم رو در این تخته کوچک، نکات بزرگ رو خدمت شما ارائه بدم طبق فرمول مربوط به قانون کلون که F مساوی K Q1 Q2 بر روی R2 هست. ببینید چالش اول، رسم بردار نیرو، چه جاذبه چه دافع. بچه‌ها میگن آقا بار مثبت و منفی که در فاصله معین از هم دیگه قرار داشته باشه بر هم نیروی جاذبه وارد خواهند. من از کجا اینو رسم بکنم؟ ببینید نیرویی که بار مثبت Q1 بر بار منفی Q2 وارد میکنه از نوع جاذبه هست، بردار از Q2 من به سمت Q، انگار Q1 تناب وضع کرده، Q2 رو به سمت خودش میکشه. میشه برداری که به 2 وارد میشه، بردار نیرویی که بر 2 اثر میکنه از طرف ذره 1 و به همین ترتیب F12. پس طریقه رسم برای ما فوق العاده مهمه در قانون کلون. این در حقیقت جهت نیرو داره معرفی میکنه. ببینید اولین نکته چی بود؟ در مورد خود نیرو که چه جاذبه و چه دافعه باشه ما داریم صحبت میکنیم. جاذبه خب بارها غیر همنام باشن جاذبه هست، بارها همنام باشن دافع هست و میدونیم نیرو کمیت برداری است، هم اندازه دارد هم جهت. اندازه نیرو رو آقای کلون محبت کرد با ترازوی پیچشی کلون، اومد در حقیقت با این فرمول اندازه رو معرفی کرد. پس اندازه نیروی اف ما از روی این فرمول محاسب میشه. حالا جهت چیزو محاسبه شد؟ بالا گفتیم که اگر به صدا ذرات ما از اون مخالف باشن نیرو جاذبه و برعکس. درست شد؟ تا اینجا داشته باش. بریم نکته دوم. من در صورتی میتونم به طور درست از هر فرمول فیزیکی یا ریاضی استفاده کنم که بتونم حروف اون به اصطلاح فرمول رو بشناسم. مخصوصا در فیزیک ما میگیم معرفی حروف. حرف اول حرف F که اندازه نیروی بین دو ذره باردار بر حسب نیوتن معرفی میشه در SI. پس واحد نیرو در SI که نیوتن بود ما اشاره کردیم. حرف دوم حرف K ثابت کلون. ببینید ثابت کلون تو کتاب گفته بر حسب عبارت 1 برای 4 π اپسیلون 0 محاسب میشه. حواسم هست اپسیلون 0 ضریب گذردهی الکتریکی خلا هست. خب K ثابت کلونه. واحد K رو که خود اسمش ثابت کلون هست نیوتن متر مربع کلون مربع. از کجا پیدا شد؟ ببینید این آقا نیوتنه. تو وقتی میخوای واحد K رو پیدا کنی F نیوتنه. درست؟ نیرو بر حسب نیوتن در SI، فاصله بر حسب متر در SI، بارهای الکتریکی Q1 و Q2 بر حسب کلون در SI. الان معرفی میکنیم تک تکشون رو. حالا میخوایم واحد مربوط به ثابت K رو پیدا بکنیم، کافیه تقریبا واسطه کنید نیوتن متر مربع تقسیم بر کلون مربع. پس نیوتن متر مربع بر کلون مربع واحد K هست. این مهمه بچه‌ها دقت بکنید، مخصوصا تو تست ها بیشتر. حالا من یه شیطنت بکنم، میگم آقا نیوتن ضرب در متر رو در فیزیک دهم برای کار خونده بودن، نیرو ضرب در فاصله که به اصطلاح ژول بود. من اگر نیوتن متر رو جدا بکنم به جاش بذارم ژول، عبارت معادل نیوتن متر مربع بر کلون مربع برای آقای K به دست میاد ژول ضرب در متر تقسیم بر کلون مربع. اینم نکته خیلی خوبیه، دقت کنید، نکته فوق العاده. حالا بیایم حروف بعدی. Q1 و Q2 رو در ضمن گفته‌های ما شما شنیدید، اندازه بارها، واحد کلون و حرف R فاصله بین دو ذره بر حسب متر. آقا چالش بچه‌ها اینا هستا. اون پیشفندهای مربوط به بارهای الکتریکی رو تو میدونی. پیشفندها مثلا دسی، سانتی، میلی، میکرو، نانو، فمتو، آتو. معمولا تا نانو بیشتر به درد ما نمیخوره تو این سطحی که داریم کار میکنیم. خب حرف R فاصله بین دو ذره بر حسب متر، معمولا بر حسب سانتی متر یا ممکنه مثلا میلی متر بده. باید حواسمون باشه که این تبدیل رو ما انجام بدیم. بریم نکته سوم. نکته سوم فرمول مقایسه است. مثلا در حالت اول F بوده K Q1 Q2 بر روی R2، حالا یه عددی به دست اومده. حالا میگه K رو مثلا فرض کنید F رو من تغییر میدم، مثلا میخوام Q1 رو تغییر میدم، Q2 رو تغییر میدم، فاصله رو تغییر میدم که ببینم در حالت جدید نیروی من نسبت به حالت اولی چگونه تغییر میکنه، چند برابر میشه به عبارتی. پس اگه من بخوام چند برابری رو محاسبه کنم کافی از این فرمول مقایسه F پریم به F. نگاه کنید پریما بالاست. این F با Q1 ضرب در Q2 رابطه مستقیم داشت. درست؟ پس وقتی F پریم من بالاست Q پریم مربوط به 1 و 2 باید بالا باشه. پس Q پریم 1 به Q1 Q پریم 2 به Q2. اما F با R2 رابطه عکس داشت. اگه F پریم بالاست R پریم باید پایین باشه.
چون هر دو هم آر و هم آر پریم توان 2 دارن داخل پرانتز گذاشتیم. پس فرمول کلی مقایسه اف پریم به اف، کیو پریم 1 به کیو 1، کیو پریم 2 به کیو 2 قدر مطلقه برای چی بود؟ چون قبلا خود فرمول اصلی به ما اینو داده بود. ضرب در آر به آر پریم به توان 2. بیایم نکته چهارم ببینید چقدر عالی. درصد تغییرات نیرو تو بخوای حساب کنید چه حساب می‌کنید؟ ببینید شما در فیزیک دهم در